اما حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در ایران بازداشت شد. پیشتر با حسین تبرزدی فرزند آقای تبرزدی صحبت کردیم و از او بیشتر درباره بازداشت پدرش پرسیدیم. امروز ساعت 1 ظهر در منزل رو میزنن در آپارتمان رو میگن که خودش معرفی میکنن به اسم همسایه و به بهانه دریافت شارژ. یه پدر و برادر علی در رو باز میکنن که یه نفر داره هول میده تو صورتشون میاد تو و اینکه 3 نفر بودن، 2 تا جوون و یک آدمی که تقریبا میان سال بوده گویا. این داخل و اینکه بهش میگن که ما طرف دادستانی هستیم، احضاریه نشون میدن حالا گویا و اینکه کارتایی رو نشون میدن که مثل اینکه یکی از کارت سپاه هم حتی بوده، اینجوری که علی میگه برادرم. ازشون میخوان که آماده شن که برن. اتفاقی که این بار نیفتاده و دفعات قبلی افتاده این بوده که همیشه منزل رو میگشتن، تمام وسایل رو هم میبردن به خودشون. هم تنها کاری که کردن خود پدر رو بردن. در اصل توی 1 سال و 20 روز مرخصی که پدر داشت، ما بارها از طرف دادستانی و وزارت اطلاعات اخبار داشتیم، حالا هم خانواده هم خود شخص پدر، که در صورت این مرخصی به عنوان مرخصی سکوت بود، یعنی ایشون بیاد بیرون، چون توی زندان که بودن به هر نحوی که میتونستن اعتراض خودشون میکردن، میخواستن بیان بیرون یه تنفسی باشه بتونن سکوت رو برقرار کنن. اما خب پدر از مدتی محیط رو جوری پیدا کردن یعنی که طاقت نیاوردن، صحبتشون ادامه دادن. اخیراً داشتیم و نهایتاً 10 روز پیش از اجرای احکام زندان رجایی شهر با منزل تماس گرفتن و گفتن که خودتون رو به اجرای احکام معرفی کنید. بله، این فعال سیاسی مبتلا به بیماری دیابت است. حشمت الله تبرزدی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم بازداشت و به 8 سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. اما علی رشیدی عضو 72 ساله شورای رهبری جبهه ملی ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران هم بازداشت شد. خبرگزاری جبهه ملی ایران گزارش داده آقای رشیدی روز سه‌شنبه به دادسرای زندان اوین احضار و به او گفته شد حکم 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی او به خاطر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تایید شده است. بر اساس این گزارش انتشار یک تحلیل انتقادی درباره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران مبنای محکومیت علی رشیدی توسط دادگاه انقلاب تهران بوده. آقای رشیدی برای اجرای حکم به زندان اوین فرستاده شد.